همه دوستان خیلی خوش اومدید. جلسه 4 از فاز 1 مطالعات پیرامون چپ فرهنگی رو شروع میکنیم و امیدوارم که جلسه خوبی باشه و آروم آروم پازل ذهنیتون درباره چپ فرهنگی هی تکمیلتر و تکمیلتر بشه. متوجه باشید که این ایده هایی که میشنوید توی جوامع و داره غالب میشه به لحاظ فرهنگی، اینها از کجا میاد. اگر شما تلویزیون رو یا حالا اینستاگرام رو، تلویزیون که نه، اینستاگرام رو باز میکنید ببینید مثلا یک زنی اومده داره داد و بیداد میکنه، در مورد حقوق همجنسگراها صحبت میکنه، در مورد عدالت اجتماعی داره صحبت میکنه، یا در مورد ظلمی که داره به یک سری از اقلیت‌ها میشه مثلا توی یک کشوری داره صحبت میکنه و چیزهای از این نمونه، میتونید تا حد خوبی متوجه بشید که این در واقع پشتوانه‌های نظری و تاریخی تحولیش چیه. و حالا اگر ما از این ایده ها دفاع بکنیم، اینها رو دنبال بکنیم، تا چه حد میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این چقدر قابل دفاعه، چقدر معتبره این حرفا و چقدر مهمتر از همه قابل اجرا شدن هست این ایده ها و اجرا شدنش چه پیامدهایی داره. خب یعنی ما تلاشمون اینه که یه مقداری خنثی‌تر، مهربونتر و از بیرون به این قضیه نگاه بکنیم، خیلی تیغ انتقادمون تند و تیز نباشه و قضاوت رو به مقدار بیشتری بسپریم به در واقع کسی که محتوا رو میبینه. خب کتابی که این جلسه انتخاب کردیم، در واقع نیمه اول این کتاب رو قراره توضیح بدیم، یک کتابی هست به اسم Cynical Theories یا نظریه های بدبینانه. شما وقتی فایل کتاب رو باز میکنید ببینید اول نوشته Critical Theories یا نظریه های انتقادی، بعد روی کریتیکال خط زده اینجوری زبدر، روش نوشته ساینیکال. اگر یادتون باشه تو جلسه اول من در مورد انتقادی بودن دیدگاه مارکس صحبت کردم. یعنی گفتم مارکسیسم یک نظریه انتقادی داره به ساختار قدرت و سلسله مراتب اقتصادی سیاسی و در پی اون نئو مارکسیستا و همچنین سیاسی اقتصادی بیاد بر قامت فرهنگی در واقع ارائه بشه، اینها هم نظریه انتقادی دارن، اینها منتقدند، اینها ساختار ستیزند، اینها افرادی هستن که میگن بعد بزنیم زیر میز، بعد از چیزها رو تغییر بدیم، تغییرات جدی. خب حالا شما احتمالاً متوجهید که این کتاب وقتی کریتیکال رو خط میزنه و روش می‌نویسه ساینیکال تیوریز، یعنی چی؟ یعنی اینها منتقد نیستن، اینا آدمای بدبین و شکاکی هستن. درسته؟ یعنی این کتاب اولین پیامی که به شما داره میده، داره میگه که ببینید جریان چپ یک جریان شکاک، بدبین، اتهام زننده، گیردهنده، آزاردهنده و روی مخ هست، تا اون چیزی که به معنای واقعی و علمی به معنای کریتیک، در واقع کریتیکال بودن یک تفکر، یک سیستم فکری میشناسیم. انتقادی نیست به اون معنای درستش، بیشتر یک عقده‌ای، یک بدبینی، یک شکی، پارانویایی در این نظریه هست. همه چیز رو میخواد بی‌اعتبار بکنه، همه چیز رو میخواد از اعتبار ساقط بکنه، همه چیز رو میخواد بکشه پایین. اولین پیامی که شما از این کتاب میگیرید اینه. نویسنده‌هاش کیان؟ نویسنده‌هاش یکی هلن پلاکروز هست، هلن پلاکروز، که در واقع نفر دوم هم که جیمز لینزی. اینا دوتاشون افرادی هستند که دانشگاهی هستند و افرادی هستند که به شدت منتقد جنبش‌های سوشال جاستیس هستند، همون عدالت اجتماعی. مثلا یکی از اونها معروف‌ترینشون ووکیزم هست، شما احتمالاً آشنا هستید باش. خب یعنی اینها به شدت مخالف این جنبش‌های انتقادی عدالت اجتماعی هست. خب هلن پلاکروز کیه؟ یک تاریخ نگار فرهنگی هست که تمرکز اصلیش تاریخ سکولاریسم، آزادی بیان و لیبرالیسم کلاسیکی. خب فردی که دانشگاهیه، من اینجا ننوشتم که کدوم دانشگاه درس خونده و چیکار میکنه دقیقاً، ولی چیزی که میدونم اینه که تو حوزه تاریخ سکولاریسم و لیبرالیسم کلاسیک و آزادی بیان
لیبرال هیومنیزم یا اومانیسم لیبرال در واقع فعالیت میکنه و دفاع میکنه از اومانیسم لیبرال. نفر بعدی آقای جیمز لینزی هست که دکترای ریاضیات داره، ولی خب فعالیت‌های عمومیش بیشتر نقد همین نظریات انتقادی هست. و غالبا هم در واقع یک دیدگاه انتقادی شدید خودش داره. انتقادی شدید داره به اینکه این دیدگاه‌ها چه بلاهایی دارن سر جامعه میارن و چیکار دارن میکنن. خب جریانی که به طور کلی کتاب ازش دفاع میکنه یک مدرنیسم لیبراله، یعنی یک مدرنیته مبتنی بر لیبرالیسم. خب. و بحثش اینه، یعنی بحث کلی کتاب اینه، میگه ببینید ما از اواخر یا اواسط دهه 60 میلادی نظریات انتقادی رو در واقع دیدیم که رشد کرد و تقویت شد و بالا آمد. خب چه افرادی کمک کردن؟ اینا یکی از سیستم ها و مسیرهای فکری رو که خیلی مقصر میدونن توی این حوزه در واقع فیلسوفان متفکر پست مدرن هست و میگن این سیستم فکری انقدر دوگم شد که تقریبا به یک دین سکولار تبدیل شد، یعنی یک دین دنیوی. خب و نگرانیشون اینه که میگن ما نگرانیم که این نظریه انتقادی که از پست مدرنیسم بلند شده و تاکید میکنه مثلا روی نظریه کویر، رو نظریه انتقادی نژاد و اینها، بیش از اون که بخواد به برابری کمک بکنه کمک نمیکنه که هیچی، به هویت‌گرایی‌های قبیله‌ای و ضد علمی عقلی در واقع کمک میکنه. یعنی در واقع یک جریان علم ستیز، عقل ستیز و تقویت کننده هویت‌گرایی‌های گروهی قبیله‌ایه. خب بریم جلو. در واقع دارم یک مقدمه ای از این کتاب میگم که شما با فضای کتاب آشنا بشید. خب ببینید این کتاب از 2 تا اصل در واقع از 4 تا اصل صحبت میکنه و دفاع میکنه. یک جهان شمول بودن یا یونیورسالیزم که میگه که حقوق انسانی یک حقوق یونیورساله، یعنی ما میتونیم به صورت جهانی و جهان شمول حقوق بشر تعریف کنیم، برخلاف جریان‌های انتقادی که دائما یک در واقع این شواهد تجربی میتونه این واقعیت رو تا حدی درک بکنه و مهمتر از همه این که این درکی که ما بر اساس عقل و شواهد تجربی داریم به دست میاریم از واقعیت قابل قبوله و در واقع راه بهتری به غیر از این نداریم. یعنی چیزی که ما به عنوان فلسفه رایج و علم رایج میشناسیم، اینا راههایی هستند که ما میتونیم به واقعیت دست پیدا کنیم. حقیقت این مسیره. این که ما بخوایم بریم سراغ احساسات شخصی، تجارب شخصی آدما، تجارب گروهی، اون که یک گروهی آسیب دیده و بریم حرف اونو گوش کنیم، اینا ما رو به واقعیت و حقیقت نزدیک نمیکنه لزوما. مطالعات علمی مبتنی بر یک روشمندی فلسفی درسته که ما رو به واقعیت و حقیقت نزدیک میکنه. اصل سوم آزادی بیان و گفتگو هست. باور به این که ما بتونیم ایده های مختلف رو نقد کنیم، برچسب نزنیم، کنسل کالچر نکنیم، دهن کسی رو نبندیم، بذاریم آدم ها صحبت بکنن، ایده هاشون رو بگن و از ارزش های فردی دفاع بکنیم. یعنی اصل 4 اینه، یک فردگرایی لیبرال، آزادی فردی در مقابل جمعگرایی ها و طبقات و ساختارهای جمعی هویتیه. یعنی ما به جای اینکه بریم سراغ این که مثلا به جای اینکه بریم سراغ این که تو عضو چه گروهی هستی تو این جامعه، بریم سراغ خود فرد. آزادی های آیا تو به عنوان یک فرد حقوق انسانی داره رعایت میشه تو این جامعه؟ نریم سراغ یک گروه که این گروه داره چه بلایی سرش میاد. بریم سراغ خود فرد، خود افراد. چون ما وقتی میریم سراغ گروه یک دوگماتیکی حاکم میشه بر اون بحث. اگر نتونیم خیلی به اون گروه رسیدگی بکنیم، چون میدونید که جنبش‌های انتقادی معتقدن بر اساس اون اصل مقاله مارکوزه که ما باید یک مسامحه در برابر ستمدیده داشته باشیم. یعنی اگر ما نتونیم اون گروه ستمدیده رو
منافع آسیب دیدش رو نه تنها برآورده بکنیم که حتی جبران بکنیم، ما داریم در حق این گروه ظلم میکنیم. میگه ما رو نذارید در برابر گروه ها. میگه ما طرف حسابمون افرادن، ما میریم سراغ افراد. همه افراد جامعه در واقع برابرند از لحاظ آزادی فردی. ما نباید اینجوری نگاه بکنیم که فلان گروه آسیب بیشتری دیده بعد بیشتر بهش توجه بشه. فلان گروه در مقام ستمگر بوده و باید خیلی در برابرش سفت و سخت برخورد کنیم، رستشو بکشیم به قول معروف. میگه این خودش یک دین جدیده، خودش یک نژاد پرستی و یک ظلم جدیده اگه بخوایم این کارو بکنیم. کار خطرناکی. در واقع چرخه ظالم و مظلوم رو تکرار میکنه. و اساساً با نگاه ظالم و مظلوم به تاریخ مشکل داره این کتاب. یعنی اینکه ما فکر کنیم تاریخ یک عرصه‌ای بوده که از 2 تا گروه ظالم و مظلوم تشکیل شده بوده، تاریخ انسان، و اینا دائما با هم چالش داشتن، یه عده ظالم بودن یه عده مظلوم. میگه این غلطه، میگه این روایت نادرستی از تاریخ، این روایت نادرستی، میگه این انتقاد نیست، این بدبینی به تاریخه. خاطر همین میگه نظریه‌های بدبینانه. انگار میگه شما درگیر یک طرحواره قربانی و ظالم هستید که این طرحواره رو در ذهن جامعه نهادینه میکنید و افراد حساس میشن نسبت به اینکه به گروه ما داره ظلم میشه، به ما داره ظلم میشه، میرن تو اون چارچوب ظالم و مظلوم. میگه شما آدما رو تو جامعه میندازید به جون هم وقتی این ذهنیت ظالم و مظلوم رو درشون نهادینه میکنید. چه نقد سنگینی میکنه. میگه شما به جای اینکه برید سراغ این که این مسئله رو تعدیل بکنید، وقتی بهش اینجوری دامن میزنید اتفاقا تشدیدش میکنید، اتفاقا آدم‌ها رو با هم بیشتر درگیر میکنید و اتفاقا تروماهای جمعی رو بزرگتر و موثرتر میکنید و ادامه دارتر میکنید. این مقدمه کتاب بود. لیبرالیسم چیه توی تعریف این 2 تا بزرگواری که کتابو نوشتن؟ لیبرالیسم صرفاً یک گرایش سیاسی ساده نیست. خب از دید این 2 تا نویسنده، بلکه زیربنای دنیای مدرن که از غرب شروع میشه، لیبرالیسم، که مبتنی بر این اصوله: دموکراسی، محدودیت دولت، حقوق بشر یونیورسال، برابری حقوقی، آزادی بیان، تنوع دیدگاه‌ها و حالا گفتگوها و مناظره‌های صادقانه، احترام به شواهد و عقل، جدایی دین از دولت و آزادی دین. و نویسنده این کتاب معتقدند که میگن چیزهایی که در تاریخ بشر وجود داشته که آزاردهنده بوده، مثل تبعیض، مثل فاشیسم، مثل استعمار، مثل پدرسالاری، مثل بردهداری، مثل تئوکراسی هایی که در واقع رهبران دینی منبع اصلی قدرت بودن، میگه اینها خود به خود از بین نرفتن و خود به خود هم به وجود نیامدن. یک نظم اجتماعی، نظم انسانی طبیعی وجود داشته که یک سری در واقع ارزش ها به وجود اومدن مثل پدرسالاری. خب و همین نظم به صورت تدریجی، همین نظم طبیعی جامعه انسانی، این ارزش رو آروم آروم کنار زده و دیگه ما تقریبا پدرسالاری رو در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش نداریم. تو سال 2026 در بیشتر جوامع، در بعضی جوامع هنوز هست. خب دیگه ما استعمار رو تایید نمی‌کنیم، فاشیسم رو تایید نمی‌کنیم، بردهداری و برده شدن رو تایید نمی‌کنیم. اما درسته که سنت لیبرال مبارزه با این اصولی که سنتی بودن و آسیب زدن رو نه تنها جایز میدونه که خودش انجام داده، یعنی انسان لیبرال بوده، انسان آزاده بوده که در برابر از حق آزادی فردیش استفاده کرده و اعتراض کرده و اینها رو زیر سوال برده. خب اما همچنان بخش‌هایی از اینها که به درد می‌خوردن رو نگه داشته. مثلا اومده گفته که ما دین رو به عنوان منبع اصلی قدرت سیاسی قبول نداریم، اما این به این معنی نیست که می‌خوایم دین رو نابود کنیم. منظور اینه. ما پدرسالاری رو قبول نداریم، ما پدر رو قبول داریم. ما بردهداری رو قبول نداریم، ما کارگر رو قبول داریم. باید تو هر جامعه کارگر باشه، کارمند باشه، رئیس باشه، مسئول بالاتر باشه، مسئول پایینتر باشه. ما استعمار رو قبول نداریم، اما نظم قدرت جهانی رو قبول داریم. اینکه یک کشوری زورش از یک کشور دیگه بیشتره، تو روابطشون قدرتش رو اعمال میکنه، که اینکه اجتناب ناپذیره. نمیشه این رو بگید شما نباید همچین چیزی وجود داشته باشه. این مدینه فاضله رو از کجا میخواید بیارید اعمال بکنید؟ من میشه که اعمال نکنه اون قدرتش رو؟ معلومه که اعمال میکنه. اما استعمار حق نداره بکنه به اون معنای کلاسیکش.
یا تبعیض به این معنی نیست که تو یک جامعه طبقات وجود داره، سلسله مراتب قدرت وجود داره. خب تبعیض به این معنی نیست. اینکه شما وجود هر قدرتی رو یک تبعیض بدونید، این میتونه خودش زمینه رو فراهم بکنه برای اتفاقا یک تبعیض رادیکال تو جامعه. اینکه شما میخواید بیاید حتی سراغ این که به ستم دیده ها کلی بعد لطف بکنیم و امتیاز بدیم، این خودش میشه تبعیض. اما اینکه بپذیرید که در نظم طبیعی اجتماعی تاریخ بشر طبقات وجود داشته، حتی تبعیض‌هایی وجود داشته که بخش زیادیش به مرور بهتر شده، خب و جوامع سنتی و قدیمی اینجوری کار می‌کرد، اینجوری جلو میرفته. دست من و شمای الان که نبوده که اونجا بشینیم بگیم نه آدما نباید اینجوری با هم برخورد می‌کردن، باید خیلی جامعه بهتر میشد، کمتر به هم آسیب می‌زدن. خب و از همه مهمتر مشکلی که در واقع نقدی که این کتاب به سنت پست مدرنیسم و سنت در واقع نظریاتی که از دل پست مدرنیسم اومده بیرون وارد میکنه، نقد به اینه که میگه شما پرشی که به نتیجه میکنید پرش غیر قابل دفاعیه. ببینید فرض کنید شما یک پارتنری دارید، یک روزی میشینید به پارتنرتون میگید که ببین من خیلی از نوع حرف زدن تو و محبت کردن تو راضی نیستم. پارتنرتون حالا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. مثلا فرض کنید قبول میکنه، میگه اوکی درست، من از لباس پوشیدن تو خیلی راضی نیستم. یه سری مقدمات رو میچینه. نتیجه‌ای که میخواد بگیره چیه؟ اینه که من میخوام سر تو رو ببرم. بهش میگی که خب تو مقدماتی که چیدی، یا من میخوام کلا از این رابطه بیام بیرون، یا من میخوام تو رو ببرم از یه جایی پرت کنم پایین. خب صورت جدی، نه شوخی که حالا معمولا میکنن دختر پسرا که به نظامت از فلان جا پایین. این خوبه اتفاقا شوخی‌ها. ببین شما باید جوری به نتیجه بپرید، یعنی شما باید مقدمات رو که دارید میچینید پرشتون به سمت نتیجه یک پرش قابل دفاع باشه، و اگه این پرش قابل دفاع نباشه شما میتونید گرفتار وضعیتی بشید که 10 برابر بدتر از این مقدمات آسیبزا رو درست بکنید. چرا؟ چون کتابی که این دوتا نویسنده نوشتن داره دائما از وقایع روی زمین دفاع میکنه. میگه ببین شما تا حدی میتونید ایده رو به ماده تحمیل بکنید، یعنی یک چیزی بسازید توی ذهنتون، یک نظریه‌ای، و تلاش بکنید واقعیت رو هل بدید به سمت اون. حرف اینه که میگه شما تا یه حدی میتونید این کارو بکنید. واقعیت هر ایده‌ای رو قبول نمیکنه، آسیب میزنید، مشکلات بزرگتری درست میکنید. شما انگار نیاز به این دارید که یک سیر تغییر تدریجی داشته باشید. واقعیت انقدر راحت به شما پا نمیده که هر بلایی دوست دارید سرش بیارید. فکر کنید وای الان سلسله مراتب قدرت در این کشور وجود داره، مثلا ما اگر در ارتش فرمانده داریم، سرباز داریم، سلسله مراتب نظامی داریم، این الان یک تبعیض، این چه وضعیه، اینا با هم میتونن استفاده بکنن از این قدرتشون، به هم زور بگن، فساد اقتصادی بکنن. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که نتیجه اینه که همه این سلسله مراتب قدرت رو حذف کنیم، همه رو برابر کنیم. خب اگه این کارو بکنیم که بدبخت میشیم، که بیچاره میشیم، یعنی کلا نابود میشه اون ارتش. میدونید این مقدمات درسته ها، اینکه البته مقدمات هم خیلی درست نیست. این کتاب من دقیقاً حرفش همینه. میگن این که اینا میگن ما انتقادگریم، اینا انتقادگر نیستن، آدم بدبینن که با واقعیت ارتباطی ندارن. مثل یک فرد پارانوید که همسرش رفته دستشویی، میگه این رفته با مرد همسایه بخوابه. که آقا مثلا این میزان از بدبینی اصلا یعنی چی؟ رفته دستشویی، حالا یه احتمال 5-2% هم وجود داره، ولی چه شواهدی تو ببینید. ادعاهای بزرگ، اینو یادتون باشه، ادعاهای بزرگ نیاز به شواهد بزرگ دارن. وقتی این نفری میخواد بیاد خدا رو اثبات بکنه، نمیتونه با این بگه که چون من فکر میکنم خدا هست، بعضی وقتا دوست مثلا با خدا حرف میزنم دلم آروم میشه. اینا شواهد، این ادعای بزرگ شواهد بزرگ میخواد. حتی شما میگید خانم من داره به من خیانت میکنه، خیلی ادعای بزرگیه. با اینکه از کجا معلوم که الان رفته دستشویی نرفته پیش مرد همسایه؟ این که شواهد نیست. این شواهد که نمیتونه از اون دفاع بکنه. ادعا خیلی بزرگه. اینکه شما میگید تبعیض وجود داره در جوامع انسانی، مثلا در فلان کشور، خب
تبعیض وجود داره یعنی چی؟ یعنی سلسله مراتب قدرت هست، یعنی یه سری آدمایی هستن که از یه سری آدمای دیگه موقعیت اجتماعی بهتری دارن. خب این که تبعیض نیست. فرض رو بر این بگیریم تبعیضه. میخوای چیکار بکنی باش؟ میخوای اینو برداری، یعنی یک جامعه داشته باشی که بدون طبقه باشه. نقدی که این کتاب میکنه میگه ببین اتفاقا وقتی شما میاد سراغ این که بخواید برای هویت‌های گروهی امتیاز بگیرید و دادخواهی بکنید، اتفاقا شما ضد لیبرالیسم هستید، ضد آزادی فردی هستید. خیلی حرف سنگینیه. اگه شما متوجه بشید اینا دارن دقیقاً چه خط فکری رو توضیح میدن و چه ضربه محکمی میزنن به بنیانهای نظریه این دوستان چپ، میبینید که اینا دارن از یک پارادوکس درونی سیستم فکری چپ صحبت میکنن. میگن شما چیزی رو دنبال میکنید که دارید خرابش میکنید. اگه یعنی به اون چیزی که میخواید برسید نابودش میکنید. خب مثلا ما توی ایران جنبش‌های پان رو داریم برای قومیت‌ها، مثلا پان ترکیست، پان کردیست، پان عربیست، پان بلوچیست و فلان. خب اینا تاکیدش رو چیه؟ رو هویت گروهیه یا فمینیسم ایرانی. خب بعد تو عنوان یک لیبرال میایش میگه ببین اینکه جامعه ما تحت یک حکومت توتالیتر هست، همه آدم‌ها دارن آسیب می‌بینن. اول بیا به همه آدم‌ها، به حق خواهی همه آدم‌ها فکر کنیم، براش برنامه‌ای بریزیم. بعد که از این منجلاب اومدیم بیرون، سراغ حالا گروه‌ها هم میریم تا حدی که بتونیم. سراغ این هم میریم که مثلا چرا خوزستانی‌ها اینقدر به خاطر اینکه در حاشیه بودن از آب و هوای بدی دارن. اما الان ما نمیتونیم بیایم ببین ما بعد اول جامعه رو در معنای کل لیبرالیسم یعنی از همه اول باید دفاع بکنیم. اگر از همه دفاع کردیم خود به خود در ادامه از گروه‌ها هم دفاع میشه. یعنی اگه لیبرالیسم رو دنبال بکنیم، حرف این کتاب اینه، در نهایت گروه‌ها دیگه نمیتونن از تبعیض شکایت بکنن. علت این که ما یک وضعیتی داریم که شما دارید در مورد تبعیض گروه‌ها صحبت می‌کنید، یکیش اینه که ما لیبرالیسم رو به معنای واقعی نداریم. دومیش هم اینه که بعضی وقتا لیبرالیسم رو داریم، شما به خاطر که اینقدر درک عجیب و غریب و غیر واقع بینانه از واقعیت داری به دنبال هویت‌های گروهی هستید. مثلا ممکنه که جامعه ایران به یک حدی برسه که یک وضعیت خیلی خیلی بهتری نسبت به الان داشته باشه، مثلا 50 سال دیگه یک جامعه شبیه به ژاپن امروزی. خب بعد همچنان شما افرادی رو داشته باشید که بگن نه ما می‌خوایم هویت قومیمون رو زنده بکنیم. ما یک ملتی هستیم که در سایه بودیم، در فشار بودیم، می‌خوایم اینو بیاریمش بالا. خب اون وقت این کتاب میاد میگه ببین تو اصلا حرف آزادی نبود، اصلا دنبال آزادی نبودی، تو اتفاقا دنبال تشکیل دادن یک در واقع یک هویت جدید بودی برای اینکه یک امتیازات خاص و ویژه بگیری برای اون گروه. خب داره تفکیک میکنه، میگه ببینید لیبرالیسم هوای همه رو داره، هوای همه رو داره، برای همه خوبه. وقتی شما میخواید بیاید فقط آذری‌های ایران رو متحد بکنی، خب به خود ایران میخوای آسیب بزنی. یعنی شما ناچاری که در تئوری خودت ضد ایرانی باشی، چون مهمترین دشمن تو ایرانه. وقتی میخوای آذری‌های ایران رو متحد بکنی، باید تاریخ ایران رو مسخره کنی، زبان فارسی رو مسخره کنی، اسطوره‌های ایرانی رو مسخره کنی، بکوبی بیاری بشوری بذاری کنار، تاریخ رو جعل کنی، برای خودت حالا بسازی یه سری چیزا، یا اگه داری هم همونا رو بزرگ بکنی. خب یعنی تو داری اتفاقا دارید وارد یک جنگ میشی. و اگر بری سراغ لیبرالیسم، همه اینها میاد سراغت، همه این چیزایی که میخوای در یه حد یک دوز نرمالش بهت میرسه. هم زبانت، هم فرهنگت، هم قومیتت بزرگ میشه، هم شأن اجتماعی شخصیت بزرگ میشه. همون چیزی که مثلا به عنوان تبعیض بوده در جامعه به حداقل ترین حالت ممکنش میرسه. آزادی بیان وجود داره، برابری حقوقی وجود داره، جدایی دین از دولت وجود داره. و یک نکته در مورد جدایی دین از دولت، ببینید بعضی افرادی هستند که دین ستیزند و اینها یک نگاه همینطور چپگرایانه دارن. اینا معتقدند که چون یک کشوری مبتنی بر یک دین خاص بوده و این دین پدر ما رو در آورده با آموزه‌هاش وقتی که سیاسی شده، ما هم وقتی که این دین رفت کنار باید بیایم کلا این دین رو بشوریم بریزیم از ایران بیرون. خب حالا اینجا یک نکته وجود داره. نکته اینه که آیا این وظیفه دولته یا وظیفه مردم؟ اگر یک دولتی بیاد بگه، مثلا دولت دوران گذار بیاد بگه من اگه بیام بعد اسلام رو به خاطر خود اسلام رو، الهیات اسلامی رو به خاطر اینکه زمینه رو فراهم کرده برای همچین ظلم‌هایی بریزم از این کشور بیرون، اون دولت خودش یک دولت ایدئولوژیک.
در واقع ما اینجا یک دولتی رو داریم که داره دین رو از دولت جدا نمیکنه. جدایی دین از دولت، یعنی دولت هیچ وظیفه‌ای نداره که بیاد با یک دینی ستیز بکنه یا بر اساس یک دینی تصمیم بگیره یا یک دینی رو برتری بده نسبت به بقیه ادیان، بیشتر توجه بکنه. دولت همچین وظیفه‌ای نداره. مردم میتونن این کارو بکنن. مردم به این نتیجه رسیدن اسلام بهشون آسیب زده، میخوان اسلام اصلا بکوبن. دانشمندا به این نتیجه رسیدن که در تاریخ اجتماعی ایران اسلام آسیب زننده بوده، ما باید اسلام رو تضعیف بکنیم به لحاظ یک بنیان فکری. خب بکنن. ربطی به حکومت نباید این کارو بکنه، دولت. نکته بعدی، بذار بریم سراغ فصل اول. چون من میخوام 4-5 تا فصل رو بگم، سعی میکنم خلاصه تر بگم، چون من تا حدی به شما گفتم که این کتاب میخواد چی بگه. عنوان فصل اول اینه: Postmodernism, a revolution in knowledge and power. پست مدرنیسم انقلابی در دانش و قدرت. خیلی مهمه. ما به شما گفتیم که مکتب فرانکفورت کمک کرد جریان چپ از حالت سیاسی اقتصادی لباس فرهنگی بپوشه. خب اگه یادتون باشه بهتون گفتم افرادی مثل فوکو، مثل خود آدورنو، مارکوزه، حتی اینها افرادی بودن که خیلی انقلابی فکر میکردن، خیلی سیاسی فکر میکردن، همه چیز رو در یک گفتمان قدرت دربارش صحبت میکرد. در پست مدرنیسم این گفتمان قدرت با دانش هم سرشاخ شد. یعنی چی؟ یعنی افراد و دانشمندان و با متفکرین روشنفکرایی نشستن گفتن که ببین کی گفته که دانش و علم یک چیز بی‌طرفه؟ همین الان ما داریم تو فضای مجازی و جامعه خودمون افرادی که با هم چالش میکنن سر این موضوعات. کی گفته که علم یک چیز بی‌طرفیه؟ علم خودش یک ابزاری در دست قدرت. چه روش علمی به رسمیت شناخته شده؟ روش علمی که قدرت رو ساپورت میکنه. خب چه دانشگاه‌هایی بودجه بیشتری میگیرن از دولت؟ چرا دولت هزینه دانشگاه رو باید بده؟ مگه شما نمیگید علم یک روش در واقع ابطال پذیر، اصلاح پذیر، خنثی داره و خود منتقده و خود اصلاحگره؟ پس چرا دولت داره خرجشو میده؟ اگه دولت داره خرجشو میده از کجا معلوم که مطابق تمایلات دولت حرف نمیزنه؟ خب پس ما اینجا میبینیم که دانش هم وارد بازی قدرت میشه در این انقلاب فکری پست مدرنیسم. حدوداً بین 1950 و 1970 نهایتاً این تحولات رو تو اون بازه زمانی میدونن. یک بحثی رو مطرح میکنن، میگن ببینید پست مدرنیسم فقط درباره ادبیات یا هنر حرف نمیزنه، اتفاقاً بیشتر در مورد حقیقت، دانش، قدرت و امثالهم در نگاه انسان صحبت میکنه، در نگاه ما. خب مثلا چه در واقع چجوری بگم، چه فرض‌هایی در جوامع کلاسیک، یعنی جوامع قبل از پست مدرنیسم وجود داشت؟ چیزی که کتاب توضیح میگه. ببینید غالبا آدما میگفتن که یک حقیقتی وجود داره، احتمال زیاد به احتمال زیاد میشه این حقایق رو تا حد زیادی کشف کرد. عقل و روش علمی بهترین ابزارها برای رسیدن به این حقیقت. خب قدرت سیاسی جدا از دانش نیست، اما دانش میتونه به خاطر متدولوژی که پیدا کرده از به خصوص قرن 20 به بعد میتونه تا حد زیادی مستقل و عینی عمل بکنه. اون جایی هم که خطا میکنه خطای خودش رو اصلاح بکنه. این دیدگاه ما قبل پست مدرنیسم. پست مدرن ها میگن که نه بابا این چرت و پرتا چی شما میگید؟ اولا حقیقت یعنی چی؟ حقیقت چیه اصلا؟ حتی ممکنه سراغ اون نومن و فنومن کانت هم برن که حقیقت اون چیزی که در ذهن ما بازنمایی میشه، یا منظور شما از حقیقت اینه که دقیقاً در مسیر اون چیزی که خارج از ذهن ما معنا داره دارید حرکت میکنید. اگر در چیزی که در ذهن ما داره بازنمایی میشه، از کجا معلوم که این بازنمایی تحت سیطره قدرت و روابط قدرت و سیاسی نیست؟ خب حالا چرا این مهمه؟ ببینید وقتی شما اومدید گفتید که حقیقت یه چیز نامشخصیه، این که میشه اونو کشف کرد یا نمیشه اونو کشف کردم، خیلی دقیق نیست این حرف، نه معلوم نیست بشه یا نشه اونو کشف کرد. خب
اینکه عقل و علم رو روش‌ها و ابزارهای مهم و مورد پذیرش ترین ابزارها برای رسیدن به حقیقت میدونید هم جای بحث داره. چرا جای بحث داره؟ چون عقل و علم خطا میکنه، چون عقل و علم خودش یک پروسه تاریخی تکاملی رو طی کرده که تحت سیطره روابط قدرت بوده. جوامع قدرتمندها بودن که این مثلا این افکار رو تقویت کردن، این نوع از فکر کردن، این نوع از نگاه کردن رو تقویت کردن. حتی در حال حاضر هم که ما مدرن شدیم که اتفاقا بیشتر قدرت‌ها دارن تاثیر میذارن روی سیستم‌های فکری و علمی و دانشگاهی و ما اصلا دانش مستقل از قدرت نداریم. این پست مدرنیسم. حالا نقدها هم میگن، چون این نویسنده‌ها آخر مثلا فکر کنم یکی از این فصل‌ها هست که یه جایی با بردزل کامل از روی این حرفا رد میشن. خب ما پست مدرنیسم رو از چند طریق میبینیم که سرایت پیدا کرده. یعنی چند تا چیز دیگه اومدن باش هم پوشانی اورلپ پیدا کردن، شدن ابزارهای پخش شدن این تفکر پست مدرنیسم. اعتراضات دانشجویی 1960، مقاله مهم مارکوزه، خود مکتب فرانکفورت، جنبش‌های ضد استعماری، خود فمینیسم، جنبش‌های حقوق مدنی، نظریه‌هایی که نقد می‌کردن نهادهای سنتی رو، اینا میومدن کمک می‌کردن به پست مدرنیسم. یک نکته توی پرانتز، نویسنده‌های این کتاب معتقدن لیبرالیسم رو 2 تا چیز تهدید میکنه. یک، خود جریان راست افراطی، رادیکال و اون افراطی بودن جریان راست، و 2، چپ افراطی و حتی چپای افراطی که خجالتی هستند و خودشون رو چپ میانه معرفی میکنن. خب نمیدونم بحثی که تا اینجا کردم چقدر قابل فهم بوده، امیدوارم که متوجه شده باشید. فصل دوم رو داریم. Postmodernism applied term making operation real. آره درست نوشتم اینجا. یعنی applied term به این معنی که چرخش اون چرخش کاربردی پست مدرنیسم. making operation real یعنی واقعی سازی ستم، واقعی جلوه دادن ستم. میگه پست مدرنیسم یک چرخشی اینجا داره. خب به سمت کاربرد سیاسی میره. خب و میاد خیلی بولد میکنه ستم‌های مبتنی بر هویت و قدرت رو. حتی علم رو، خیلی جالبه ها، حتی علم رو یک جریان ستمگر و یک ابزار ستم معرفی میکنه ها. یعنی شما اگه یه ذره رادیکال بشید، جدای از این که حالا علم رو خیلی نمیتونید معتبر بدونید، اصلا ابزار ستمه، ابزاری در دست قدرت. خب ادامه بحث. یک چیزی متولد میشه آروم آروم به اسم اپلای سوشال جاستیس یا عدالت اجتماعی کاربردی. نویسنده‌ها توضیح میدن، میگن ببینید بله، میگن ببینید آروم آروم پست مدرنیسم با جریان‌های عملگرا و پرکتیکال مثلا فمینیسم و نمیدونم مکتب فرانکفورت و اینا هم قاطی شد و دست به دست هم داد و گفت ما نباید اکتفا بکنیم به یک دکانستراکشن محض، یک واسازی صرف. این که ما بیایم دیسکرایبت بکنیم، به این معنی که توصیف بکنیم و توضیح بدیم و حتی توضیح و تعبیر اکسپلینیشن بکنیم کافی نیست. تئوری کافی نیست. یعنی چی تئوری کافی نیست؟ یعنی که درسته که ما پست مدرن ها معتقدیم که باید بی‌اعتماد باشیم، باید اینا رو زیر سوال ببریم، باید روابط قدرت رو توضیح بدیم، اما صرف این دیسکریپشن و اکسپلینیشن کافی نیست.
توصیف و توضیح کافی نیست. یعنی چیزی کافی نیست، یعنی باید بریم به سمت تصمیم ها، بریم به سمت عمل اجتماعی سیاسی. یک نسخه تجویزی انقلابی باید به مردم بدیم. این که ما فقط بگیم قدرت کجا هست، داره چیکار میکنه، علم چجوری داره ابزار قدرت میشه، اینا کافی نیست. بعد چیکار کنیم؟ به دست به عمل بزنیم. در واقع جنبش مثلا عدالت اجتماعی کاربردی ASG یک همچین حرفی میزنه. حتی پست مدرن های متأخرتر. خب بذارید من فصل 3 رو هم بگم، بعد دوباره اینها رو دوباره نقد میکنم. فصل 3 نظریه پسا استعماری. یک مفهومی وجود داره به این معنی که ما در واقع یک سری چیزها، یک سری مسائلی رو داریم در جامعه، یک سری اصولی رو داریم که اینها در واقع پسا استعماری هستن. پست مدرنیسم میگه ببینید ما باید برای اینکه بتونیم سراغ این جامعه بریم، سراغ این وضعیت حال بریم، باید 2 تا اصل بنیادین داشته باشیم و 4 تا مضمونی که به اونها پناه ببریم و متکی باشیم. خب و در ادامه میگم که حالا چرا میخواد به این سمت بره. 2 تا اصل، 4 تا مضمون. اصل اول چیه؟ اصل معرفت شناختی یا انتولوژیکال پست مدرنیسم. این اصل چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ میخواد حقیقت عینی رو به نفع ساختگرایی فرهنگی رد بکن. یعنی چی؟ یعنی میگه اون چه که ما حقیقت عینی مینامیم آیا چیزی است که کاملا مستقل و ثابت و بیرون از فرهنگه یا نه؟ یا در دل جوامع انسانی و فرهنگ انسانی که این حقیقت شکل گرفته و ما اینجوری حقیقت رو دریافت میکنیم، پرسپت میکنیم، ادراک میکنیم. اتفاقا چیزی که میگه اتفاقا فهم ما از جهان به شدت تحت تاثیر زبان و فرهنگ و تاریخ و نهادهای اجتماعی و همین چارچوبای تفسیری که خودمون درست کردیم تحت تاثیر همیناست. یعنی چی؟ یعنی نگاه قبل از پست مدرنیسم میگفت جهان یک عینیت واقعی داره، علم و عقل میتونن رو کشف بکنن، اگر در واقع یه جاهای مشکلم دارن میشه دوباره با اتکا به خود علم و عقل این مسیر رو اصلاح کرد و به سمت یک شناخت معتبر حرکت کرد. پست مدرنیسم میگه نه، میگه اون چیزی که ما بهش میگیم دانش خودش در یک نظام فرهنگی ساخته شده. حتی خود ایدئال های ما، خود مسیری که ما میخوایم دنبال بکنیم در دانش، این هم ساخته معناها و روابط فرهنگی اجتماعی تاریخی ماست. این همه چیز رو میخواد متزلزل بکنه. متوجه میشید که میخواد چیکار بکنه. حالا نویسنده‌های این کتاب توضیح میدن که چرا میخواد این بلا رو سر همه چیز بیاره. همه چیز رو میخواد بریزه رو هوا. یعنی این چیزی که شما بهش میگید حقیقت اصلا از کجا بهش میگید حقیقت؟ اصل دوم. پس اصل اول اصل انتولوژیکاله، به لحاظ هستی شناختی اصلا میزنه زیر میز. میگه این چیزی که شما بهش میگید حقیقت عینی یک وضعیت ساخته شده فرهنگیه، برساخت فرهنگ اجتماعیه. از حقیقت عینی رو به نفع ساختگرایی فرهنگی کنار میزنه. اصل دوم. اینا اصول پست مدرنیسم. اصل سیاسیشونه. خیلی مهمه این اصل. اول یک فرش انتولوژیکال پهن میکنه، بعد اصل سیاسیش رو روی اون سوار میکنه. چی میگه؟ میگه ببینید این که شما جهان رو به عنوان یک شبکه‌ای از سیستم‌های قدرت بدونید که دارای امتیازهای مختلفی هستن و تعیین میکنن که اصلا چه چیزی میتونه به عنوان دانش یا علم پذیرفته بشه، این به شما کمک میکنه که شما سیاست رو بفهمید. یعنی بفهمید که داره چه اتفاقاتی توی این جامعه میفته. این که شما بفهمید که علم یا دانش نه تنها از قدرت جدا نیستن، که به شدت وابسته هستن. اون وقت میتونید بفهمید که این که بگید چیز حقیقیه، چیزی عقلانیه، چیزی علمیه و چیزی درسته یا چیزی طبیعیه، وابسته به شواهد لزوما نیست، وابسته به شواهد علمی لزوما نیست. میتونه وابسته به این باشه که مثلا چه افرادی تو این جامعه قدرت دارن، سیستم سیاسی این جامعه چه مسیری رو داره میره، چه نهادهایی دارن مشروعیت میبخشن به علم و دانش، چه دانشی تایید میشه،
چه صداهایی شنیده میشه، چه صداها و تجاربی شنیده نمیشه و نادیده گرفته میشه. ستمگر و ستمدیده رو میبینید توی پست مدرنیسم. دوباره باز یک ستمگری وجود داره، یک ستمدیده. اعتقاد بر اینه که جامعه، ببینید، داره یک پهلوان پنبه درست میکنه از مدرنیسم ما قبل پست مدرن. داره از اون یک پهلوان پنبه درست میکنه و اون رو میزنه. مثل چی؟ مثل اینه که ببین مثلا، حالا این چیزی هم که من میگم مثال درستی نیست، در مثال رادیکالی. مثلا شیما کاتوزیان میاد میگه که فروید سنسیتیز بوده و در مورد مثلا رشک آلت اومده صحبت کرده، و حسادت دختران نسبت به پسران صحبت کرده. خب چقدر و شما بهش میگی که خب تو داری از فروید یک پهلوان پنبه درست میکنی. یعنی چی؟ یعنی داری فروید رو تقلیل میدی به یک بخش کوچکی از یک نظریه‌اش و اونو میزنی. یعنی برداشت خودت از فروید رو داری میزنی. در واقع پست مدرنیسم تقریبا یه همچین کاری میکنه با مدرنیسم ما قبل خودش. داره میگه ببینید مدرنیسم ادعا میکنه که جامعه مجموعه‌ای از روابط خنثی است. مدرنیسم که همچین ادعایی میکنه. یا پست مدرنیسم میگه مدرنیسم ادعا کرده که علم میتونه ما رو به سمت حقیقت ببره و علم هیچ رابطه‌ای با نهاد قدرت و سیاست نداره. مدرنیسم که همچین ادعایی کرد. یعنی اینکه شما برداشت خودتون رو از یک چیزی بکوبید، یک برداشت تقلیل یافته، یک برداشت ناقص و سطحی، و فکر کنید خیلی خفن هستید، اینجاست که شما دارید با زنجیر شیطان مسیر بهشت رو میخواید طی بکنید که نمیشه این کارو کرد. میگه پست مدرنیسم میگه این شبکه‌های قدرتند که تعیین میکنن چه دانشی رسمی بشه، چه کتاب‌هایی تو دانشگاه تدریس بشه، چه استادایی بیان، چه چیزی عادی تلقی بشه، چه متخصصینی پروموت بشن، چه متخصصین یا چه افرادی به حاشیه رونده بشن. خب باز میگم یک سری از مفاهیمی که پست مدرن ها و حتی فمینیست های رادیکال، حتی حالا ما با کل فمینیسم که مشکل نداریم، که ما با فمینیسم رادیکال مشکل داریم، فمینیسم موج 3 و 4. مثلا ما با کل جریان چپ که مشکل نداریم، که با چپ رادیکال خب مشکل هست. بحث اینه که چی میخواستم بگم؟ حرف اینه که آره مفاهیمی که اینا میگن توی نظریه فروید گفتم مفاهیمی که فروید میگه خوبه ها و درسته و قابل استفاده است، اما متدولوژیش ایراد داره. توی برخورد با این نظریات پست مدرن شما به همین مسئله میرسید. خیلی وقتا مفاهیمی که عنوان میکنن قابل تأمله ها. اینکه میگن که ببینید برید تو این جامعه ببینید چه افرادی با حاشیه رونده شدن. یک سری متخصصینی که با لابی اومدن بالا. قدرت چه تأثیری داره تو نهاد علم. راست میگن. نتیجه اشتباهه. یعنی متدولوژی غلطه. روش شناسیشون غلطه. چه نتیجه‌ای میخواید بگیرید؟ میخواید نتیجه بگیرید که علم کلا رو هواست؟ غیر معتبره؟ نتیجه‌تون اینه؟ چیزی که شما میفهمید اینه که در پست مدرنیسم دانش یک امر شناختی نیست، یک امر کاملا سیاسیه. وقتی شما در مورد حقیقت پرسش مطرح میکنید، دارید در مورد قدرت هم پرسش مطرح میکنید. 4 تا مضمون اصلیشون چیه؟ اینم خیلی مهمه. خیلی 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 اینا مهمه. یکی مرزبندی زدایی هست. آخ این چیزایی که خیلی آزار میده بچه‌ای که راست محافظه‌کار هستن. ببینید ما در پست مدرنیسم یک تمایلی رو میبینیم که مرزهای سنتی که گاهن خیلی هم روشنند و واقعیت عینی دارن رو زیر سوال ببرن. مرد و زن، حقیقت و تفسیر از حقیقت، علم و ایدئولوژی، متن و واقعیت، طبیعت و فرهنگ، خب مرکز و حاشیه. اینا میگن شما چرا این مرزبندی ها رو میکنید؟ پست مدرن ها میگن این مرز بین مردانگی و زنانگی رو از کجا آوردید؟ مرز بین علم و ایدئولوژی رو از کجا آوردید؟ چرا این رو میگن؟ میگن ببینید این مرزهایی که شما میگید تصور میکنید همینقدر طبیعی و ثابت و روشنند. بسیارشون ساخته تاریخ و زبان و اعمال قدرتن و اون فشار قدرتن. و نه تنها در مورد این دوگانه هایی که گفتم، اصلا پست مدرنیسم میگه شما باید نسبت به تمام دسته‌بندی های دوگانه بدبین باشید، چون بسیاری از اینها
نه تنها دوگانه نیستن که بسیار سیال، پیچیده و مناقشه برانگیز. مثلا یک پست مدرن به شما میگه که شما چجوری بین دانش عینی یا ساینس و نظر شخصی میخواید مرز در واقع بکشید، مرز تعیین کنید. این مرز چقدر پررنگه؟ آیا این خود این مرزی که شما دارید میکشید خنثیست یا به نفع یک سیستم قدرتی دارید مرز میکشید؟ بذارید من هنس فریم فکر کنم شارژش داره مسائل آخرش رو میکنه. خب بچه صدا هست؟ محور بعدی یا مضمون بعدی اینه که مضمون دوم اعتقاد به قدرت بسیار بالای زبان. The power of language. زبان خیلی قدرتمنده. ببینید چه جمله، این جمله خیلی مهمه، گوش کنید. زبان در مضامین پست مدرن فقط یک وسیله برای دیسکرایب کردن جهان نیست. زبان یک وسیله برای توصیف و توضیح دادن جهان نیست، بلکه خود زبان در شکل دادن به جهان نقش مستقیم و فعال داره. دوباره میگم، ببینید چه جمله این جمله خیلی چیزها رو عوض میکنه توی ذهن بشر. زبان فقط واقعیات جهان رو توصیف نمی کند، بلکه تغییر میدهد، بلکه شکل میدهد اصلا، و نقش فعالی داره توی این شکل دهی. یعنی ما صرفاً با زبان درباره چیزها حرف نمیزنیم، بلکه چیزها رو دسته‌بندی میکنیم، بلکه هویت میسازیم، هنجار میسازیم، چیزهایی رو به عنوان طبیعی، غیر طبیعی، فلان فلان معرفی میکنیم، اخلاق میسازیم، سیستم اخلاقی میسازیم. و زبان صرفاً یک آینه‌ای در برابر حقیقت و واقعیت نیست، بلکه خودش یک ابزاریه برای تولید حقیقت. خیلی این جمله مهمه، چون تو این سنت فکری رو باش بفهمید. ببینید یک توضیحی میده اینجا. میگه مثلا یک فیلسوف پست مدرن میاد به شما میگه ببین مثلا شما میاد از یک سری واژه‌های استفاده میکنید تو جامعه. میگه خب میگید مثلا میاد میگید که فلان چیز غیر عادیه، فلانیا خطرناکن، فلان حرف فلان توضیح ناکاملیه. میگه شما وقتی میخواید یه گروهی از مردم رو اینجوری در موردشون صحبت بکنید، اینا فرودستن، اینا بالادستن، اینا پولدارن، اینا کم پولن، اینا خطرناکن، اینا امنند، اینا اینجوریان، میگه شما فقط توصیف نمیکنید، شما دارید یک معناسازی میکنید. یعنی دارید پیامدهایی رو برای اینها درست میکنید. وقتی شما به یک افرادی میگید خطرناک، شما به یک افرادی میگید ناقص، پولدار، خب پولدار تعریف داره دیگه، پیامد درست میکنید برای این فرد پولدار. نگاه ها حالا به فرد پولدار، راه رفتن اون، این که میره چقدر تحویلش میگیرن، چجوری باش برخورد میکنن، خب اینا رو تغییر میدید. و حتی پیامدهای سیاسی هم توی این جامعه داره. چرا پیامد سیاسی داره؟ چون میگه ابزار قدرتی که تصمیم میگیره به کی چی بگه، به روی چه گروهی چه اسمی بذاره، به خاطر اینکه قدرت خودش رو اعمال بکنه. بسیار برای پست مدرن ها جدیه این لیبلایز کردن، طبقه بندی های واژگانی، تحلیل گفتمان ها، نامگذاری ها بسیار براشون جدیه. مضمون سوم نسبی گرایی فرهنگی یا هم کالچرال ریلیتیویسم. نسبی گرایی فرهنگی یعنی چی؟ ما نباید یک نظام ارزشی، عقلانی، فرهنگی خاصی رو یونیورسال بدونیم، جهان شمول بدونیم. ادعاهایی که جهان شمول میدونن فرهنگ رو یا یک ویژگی فرهنگی رو، یک فرهنگ رو میخوان عرضه بکنن و تعمیم بدن به باقی فرهنگ ها. خیلی بدبینه. و حرفش چیه؟ میگه ببینید ارزش ها و هنجارها اتفاقا زمین مندن. این فهمی که ما از خوبی داریم، از بدی داریم، خوبی و بدی که در نهاد بشر است، فالهم فرهنگی است. دشمنی بنیادی با بس شدیم بچه‌ها دوباره.
صابر یه چک بکن ببین که ریکوردر قطع نشد. اوکی. آها لگ داشت اون قسمت. بچه اون قسمت آخر رو متوجه شدی؟ اینجا ایرانه دیگه بچه، خودتون در جریان هستید که تو چه کشوری دارید زندگی میکنید. اگه نمیدونید که یه سرچ بکنید متوجه میشید تو چه کشوری هست. خب حرف این بود که داشتیم در مورد مضمون سوم صحبت میکردیم، این که پست مدرنیسم یک نسبی‌گرایی فرهنگی رو داره ترویج میده و نسبت به هر گونه نگاه اطلاق گرایانه بدبینه. میگه شما نمیتونید بگید که نظام ارزشی، نظام عقلانی و فرهنگ در یک جامعه جهان شمول و یونیورساله. جهان شمول و یونیورسال نیست، اتفاقا زمینه‌منده. اون فجور و تقوایی که در نهاد بشر هست، تمایل به شر و خیری که در نهاد بشر هست، اون زمینه‌مند فرهنگمنده و فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه. این که شما میخواید چیزی رو به اسنشیالیزم، به ذات انسان، هیومن نیچر ربط بدید، اینا چرت و پرتای که ما بهش بدبینیم. حالا اگه نگیم هم چرت و پرت، ما به این حرفا بدبینیم. یونیورسالیسم و اسنشیالیسم اینا حرفای درستی نیست. ما در واقع اگه بخوایم این مسیر رو بریم، شما در نهایت ما رو مجبور میکنید ببینید یک ترس از ظالم وجود داره دیگه توی نظریات پست مدرنیسم. میگه احتمالاً شما ما رو بعدا مجبور میکنید که ما یک فرهنگ رو به عنوان فرهنگ معیار بپذیریم و تعمیم بدیم به بقیه فرهنگ‌ها. یک غرب ستیزی شما اینجا میبینید و یک قدرت ستیزی. یک مناقشه بچه‌ها وجود داره تو این نظر نسبی بودن فرهنگ، در واقع نسبی گرایی فرهنگی. اگه همه چیز نسبی باشه و وابسته به فرهنگ باشه، اون وقت ما چطور میتونیم از ارزش‌های مشترک اخلاقی و ارزش‌های مشترک عقلانی دفاع کنیم؟ خیلی حرف این که ما همه چیز رو وابسته به فرهنگ بدونیم خیلی حرف خطرناکه. خیلی حرف خطرناکه. یعنی خودش رو میزنه، در نهایت خودش یک ظلم بزرگی رو تولید میکنه، چون دیگه از هیچ چیزی نمیشه دفاع کرد. تو دیگه اخلاقی هم همینا. حتی سقراط به اینایی که نسبی گرا بودن، مثلا تو اخلاق نسبی گرا بودن، یه چیزی که بهشون میگفت، حالا با پرسشگری سقراطی بهشون میگفت خود این که شما میگید همه چیز نسبیه یک گزاره مطلقه. شما وقتی که در اولین حرف خودتون نمیتونید از اطلاق و مطلق گرایی فرار بکنید، چجوری نسبی گرا شدید؟ نسبی گرا به معنای مطلق یعنی چی؟ چطور نسبی گرایی هستی که خودت داری مطلق صحبت میکنی؟ که میگه همه چیز نسبی هست، همه ارزش ها وابسته به فرهنگ هستن. خب این خودش یک اطلاق دیگه، خودش یک مطلق نگریه. تویی که میخوای از مطلق نگری فرار بکنی، چجوری که مبتلا شدی بشه اولین گزارت دقیقاً یک اطلاقه. و پیامداش چیه؟ پیامداش اینه که ما ارزش‌های اخلاقی و عقلانی رو وابسته به فرهنگ بیایم تو هر جامعه‌ای تعریف کنیم. میشه واقعا این کارو کرد در عمل؟ مثلا قوانین اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های مثلا عقلانی تو هر جامعه‌ای رو بیایم در واقع اینجوری لحاظ بکنیم که هر جامعه یک سیستم مخصوص به خودش داره. البته که تا حدی میشه این کارو کرد و این کار اتفاقا افتاده، اما نه به اون معنایی که همه چیز وابسته به فرهنگ باشه. پس تمایلات روانشناختی که مربوط به مثلا گونه هست چی؟ یعنی یک گونه مثل گونه انسان است، ویژگی‌های مشترک روانشناختی داره. اینا رو نمیتونید این کار بکنید. مضمون چهارم و آخر rejection of individualism هست و universalism، یعنی نفی فردگرایی و جهان شمولگرایی هست. پست مدرنیسم میگه من شک دارم به این که فرد یک واحد مستقل باشه. فرد به شدت تحت تاثیر فرهنگ و جامعه است و روابط قدرت. و این چیزی که شما فکر می‌کنید یک فردیت ثابت و مستقل و پایداری وجود داره، اینو من باش اوکی نیستم. این که شما فکر می‌کنید فردیت جدای از فرهنگ
میگه فرد در درون شبکه زبان و فرهنگ و تاریخ و نهادهای قدرت و روابط قدرت و طبقه ها جنسیت و فلان و فلان و فلان شکل میگیره. فردیتی ما نداریم به اون معنا. باز داره مغالطه پهلوان پنبه میکنه، داره یک ادعای نادرست رو به مدرنیسم نسبت میده و اون رو نقد میکنه. نفی جهان شمول بودن هم که گفتم. خب سوال فکر کنم 1 ساعت و 10 دقیقه اینا صحبت کردم. سوالی نیست؟ بریم جلو. خب من یک سری توضیحات رو که شاید یه ذره تکراری باشه رو دوباره نادیده میگیرم. میرم جلوتر. این وسط بچه‌ها تا الان ما 3 تا ذهنیت داریم. یک ذهنیت استعماری قدیمی راست رادیکال رو داریم که میگه غربی‌ها عقلانی‌ترند، علمی‌ترند، شرقی‌ها غیر عقلانی و خرافاتی‌اند، مردها اینجوری‌اند، بهترند، زنها ضعیف‌ترند. این نگاه. اروپایی‌ها مثلا باید خیر و صلاح مثلا خاورمیانه و خاور دور، خاور نزدیک رو تشخیص بدن و یک حالت اروپا سالاری و غرب سالاری وجود داره. یک ذهنیت لیبرال و مدرنی میاد و بحث اومانیسم رو پیش میکشه. میگه همه انسان‌ها ظرفیت عقلانیت و علم در واقع تجربی رو دارن. حالا ظرفیت عقلانیت فلسفی، منطقی و علم تجربی رو دارن، ولی توانایی‌هاشون متفاوته و ما باید سعی کنیم فرصت‌ها رو تا جایی که میتونیم برابر کنیم. این میشه اون ذهنیت لیبرال مدرن اومانیستیک. ذهنیت پست مدرن و در واقع پست مدرن کاربردی که ما بیشتر مد نظرم، یعنی پست مدرن رو از مرحله نظریه به مرحله پرکتیس میاره، به مرحله عمل میاره و جنبش‌های مثل عدالت اجتماعی هست از توش سر میاره بیرون. این ذهنیت چی میگه؟ میگه ببینید این غرب نشسته عقلانیت و علم رو توی روابط قدرت خودش ساخته که قدرت خودش رو با اون حفظ بکنه و شیوه هایی که به قدرتش آسیب میزنن رو غیر عقلانی و غیر علمی توضیح داده و این علم سفید غربی و ارزش های سفید غربی رو بزنه تو سر شرقی ها، بزنه تو سر بومی ها، بزنه تو سر غیر سفید ها و این یک استعمارگری دانش هست. از سال 2010 که مثلا نظریه پسا استعماری پررنگ شد، خب این جریان ها خیلی در واقع تهاجمی تر و عملی تر، پرکتیکال تر شدن. کمپین های دانشجویی راه افتاد، جنبش های شکل گرفت. یک سری پژوهشگاه های مثلا ریسرچ جاستیس، پژوهشگاه عدالت پژوهی مثلا شکل گرفت در فلان دانشگاه مثلا. اینها آروم آروم رشد کرد و شکل گرفت و اومد جلو. اما نقد نویسنده کتاب میگه ببینید، نویسنده‌های کتاب میگن ببینید این نگاه توجه زیاد به ستم دیده این کار رو میکنه با جامعه که پسا استعمارگراها میان در واقع علم رو به غرب و خرافات رو به شرق یا معنویت رو به شرق توضیح میده. این نگاه در واقع پیش از اونهاست و میگه اینا وقتی که میخوان با یک حالت رادیکال این رو جبران بکنن، همین دوگانه رو تولید میکنن، فقط جای ارزش ها رو تغییر میده. یک مثال واضح برای اینکه بفهمید. ببینید شما فرض کنید توی مدرنیسم غرب به عنوان محل علم، منطقه علم و شرق به عنوان بحث‌های معنوی و حالا خرافی و دینی و اینها مثلا شناخته میشه. فرض کنید پست مدرن میاد چیکار میکنه؟ میگه که نه، شما باید شرق رو خیلی تحویل بگیرید و بعد با غرب بستیزید. خب
ما قبلا یه دوگانه داشتیم، دوگانه غرب بهتر از شرق. خب الان شد دوگانه شرق بهتر از غرب. میگه شما نمیتونید یک دوگانه‌ای که یک ساخته سیستم‌های طبیعی و روابط بین‌المللی انسان‌ها بودن رو بیایید با تحمیل و زور و فشار و بدبختی و اینا، از اینکه مثلا این بالاتر از این بوده، اینو بیاید اینو بیارید بالاتر از این، اینجوری جلوه بدید و اینجوری توضیح بدید. یعنی به جای غرب گرایی، غرب ستیز و شرق گرا بشید. میگه شما یک گاردی دارید در برابر طبیعت، اتفاقاتی که در طبیعت افتاده، واقعیات طبیعی، و با این گاردتون اصلا به محروم ها کمک نمی کنید. اصلا طبقه محروم رو نمیارید معادل طبقه در واقع غیر محروم و برخوردار. میگه اتفاقا شما صرفا میخواید با عوض کردن جای ارزش های دوگانه جدید شکل بدید. مثلا بیایید اتفاقا قدرت رو بدید به دست ببینید مثل چیه؟ مثل اینه که مثلا شما میاد تو ایران نقد علم میکنید، علمو میکنید، علم نمیدونم ابزار شیطان است و شیطان دولت است و اینا رو میگید. خب شما دارید چیکار میکنید؟ شما میخواید قدرت رو از دست علم بگیرید به قول خودتون. خب وقتی قدرت رو از علم میگیرید، میدید به کی؟ میدید به یک چیزی که ضد علم اونور وایساده دیگه، خرافیه، دنبال یه سری چیزای دیگه است. بعد دست اون دیگه، بالاخره باید قدرت بده دست یکی. ما میگیم شما چرا اجازه نمیدید خود طبیعت این کارو بکنه که کرده این کارو؟ برای چی میخواید اینقدر بکوبید؟ برای چی میخواید روبروی واقعیت بایستید؟ اینقدر بزنید تو سر واقعیت؟ میخواید بچینه؟ به قول من خدا دنبال چی هستی؟ مثلا طرفداری اون چیز بود میگفت ما داریم زحمت میکشیم، طبیعت زحمت کشیده که این چیزها رو به صورت تدریجی، نه به صورت نقطه‌ای و چکشی بالا آورده. و شما بگید یهو این بازی رو به هم بزنید، مثلا نهاد علم رو بی‌اعتبار بکنید، بگید اینها یک نهادی هستند که در دست قدرتن. خب میخواید بدیش دست کی؟ ببینید خیلی نقد بزرگیه. میگه شما فقط گرفتن بلدید، فقط بلدید چیزی رو خراب کنید، درست کردن هم بلدید. شما خراب کردید، اصلا نهاد علم رو بی‌اعتبار کردید تو مردم. گفتید اینا زد و بند میکنن با سیستم‌های قدرت اصلا علم رو به وجود میاره، علم اصلا برساخته دست و ابزار دست قدرته. خب این کارو کردید، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه با توسعه بیایم ما توسعه علمی مخالفت بکنیم، پیشرفت‌های علمی رو ببریم زیر سوال. پیامدهاش چیه؟ اینه که بریم سراغ سودو ساینس، مثلا بگیم آزادی رو علم نمیتونه توضیح بده، برای توضیح آزادی باید بریم سراغ نظریه مثلا فلان که یک نظریه دینی هست. علم نمیتونه آزادی رو توضیح بده. دوست پست مدرنی که میزنی نهاد علم رو، چی میخوای جاش بدی؟ چی میخوای جاش بدی؟ میخوای مثلا نسبی گرایی اخلاقی رو جاش ارائه کنی؟ این که میای دو قطبی ظالم و مظلوم میسازی، غیر از اینه که اتفاقا این دو قطبی خودش زمینه ساز ظلم‌های بیشتر میشه. ببینید مثلا من یه مثالی میزدم خیلی جالب. میگفتم ببینید زمانی که فمینیسم موج دوم خیلی اومد روی حقوق زنان تاکید کرد و به جایی رسید که دیگه در مورد حقوق صحبت نمی‌کرد، در مورد امتیازات صحبت می‌کرد. اومد این امتیاز رو به خانم‌ها بدیم، بعد این امتیاز رو به خانم‌ها بدیم. یا مثلا فمینیسم موج سوم دیگه تقریبا در مورد برابری در نتیجه صحبت می‌کنه. اگر در جامعه شما برابری وجود داره، پس چرا تعداد سیاستمداران خانم اونقدر کمه؟ این میدونی یعنی چی؟ یعنی بعد نتایج رو برابر کنید. بعد ما رو قانع بکنید که فرصت‌ها برابره. چجوری فرصت‌ها؟ بعد قانع کنید که برابر، اینکه نتیجه رو برابر کنید. خب وقتی شما این کار رو میکنید، یک جنبشی به وجود میاد به اسم جنبش حقوق مردان، دفاع از حقوق مردان. یکی از سرکرده‌های اون جنبش که اندرو تیت یک آدم کریمینال، سایکوپاتیک، نارسیسیستیک، ضد زن. یعنی شما به جایی که بیاید جامعه رو متعادل بکنید، اومدید دوباره انداختید همه رو به جون هم. زن و مرد هر روز دارن همدیگه رو میزنن. این میگه این ذات ماده است، این میگه این ذات نره. نتیجه کاری که میخواید بکنید چیه؟ به اینم فکر کنید. که صرفا حال خوبی دارید فشار روانی که روتون هست به خاطر ظلمی که مشاهده کردید رو دارید اون رو تخلیه میکنید. اینو اوکیه، پیامدهای اون حرفی که دارید میزنید هم در نظر بگیرید. پیامدش چیه؟
پیامده این که مرد رو به عنوان یک ظالم و زن رو به عنوان یک مظلوم معرفی میکنید چیه؟ این که میگید ما باید به ستم دیده اینقدر رسیدگی بکنیم و ستمگر رو بزنیم تو سرش، اون ستم دیده و ستمگرم که خودتون معرفی میکنه. پیامدش چیه؟ پیامدش اینه که میندازید به جون هم، اتفاقا دوگانه رو شدیدتر میکنید. میگه سعدی میگه اسب موقعی که طناب میفته گردنش، چون طناب گره دار داره. گره دار یک گرهیه که شما وقتی یه چیز رو میذارید داخلش و میکشید، هر چی که میکشید سفت‌تر میشه. سعدی میگه وقتی این اسب طناب میفته گردنش، دیدید تو این مزارعی که کابوها رو دیدید که میندازنش گردن اسب طناب رو، اسب یک غریزه حیوانی داره که گردنش رو میکشه، اما نمیدونه که این اتفاقا گردنش رو مثلا گره دار برای همون طراحی شده که تو گردن تو بکشی و این سفت بشه، شفت بشه. سعدی حالا در مورد روابط عاشقانه اینو میگه، خیلی جالبه. میگه توسنی این سرکشی، توسنی کردم ندانستم همی، که از کشیدن تنگ‌تر گردد کمند. دوست عزیز فمینیسم موج سوم یا چهارم که میخوای از حقوق زنان دفاع بکنی، نتیجت میشه زن ستیزی، نتیجت میشه زیر سوال بردن زنان و حقوق زنان، نتیجت میشه نابود کردن روان زنان. دوست پست مدرنی که میخوای علم رو ببری زیر سوال، پیامدت کارت چیه؟ که اعتبار میدی به خرافه، اعتبار میدی به یه سری آدم دیوونه. اگه به اینا اعتبار بدی دیگه نمیشه اینا رو نفت کرد. اینا رو بعد به زور بیاریشون پایین، بعد هزار کشته بدی که اینا رو بتونی اعتبار و قدرتی که بهشون دادی رو از دستشون بگیری. از اون دانشمندا میشه قدرت رو گرفت. شما میبینید مثلا کجا دانشمندها آدم کشتن. آره دقیقاً. اعتبار زدایی میکنه. پست مدرن یه جریان ضد ارزش عقلانیه. فقط مثلا شما بهتر مثلا برید به نقاشی نگاه کنید، به نحوه واکنششون مثلا با یک تابلوی نقاشی که برآمده از قرن عقلانیت. مثلا شما ببینید به کدوم نقاشی دارن این کار رو انجام میدن، یا مثلا دارن روی کدوم از کتاب مثلا دارن کار میکنن. حالا یکی از این کسایی که تو ایران هم مثلا رفته از گودل استفاده کرده برای نظریه‌اش، بهتره به این بگیم که قبل از تو نسخه خارجی داشتی. نسخه خارجی ها خیلی از این کارا کردن، بعد آخر مشخص شد مثلا به کجا رفت این حرفا. اینا بخشی از اون جریان، اینا خودشون بخشی از اون جریان خرافن. ببین من با بخش خارجیش کاری ندارم، ولی اون کسایی که تو ایران دارن با خرافه عمل میکنن، یا بهتر بگیم دارن علم رو میکشن پایین، دارن میگن علمگرا. از کی تا حالا ما در ایران یک نهاد قدرتمند علمی داشتیم، یک نهاد قدرتمند فلسفی داشتیم که تو بیا مثلا بگو که اینا اومدن کجا؟ دانشگاه تو ایران مستقله؟ بودجه دانشگاه چقدر بوده در ایران در همین من فقط 50 سال میگم، در این 50 سال چقدر بوده؟ ما دانشگاه‌های علوم طبیعی که مثلا اساتید مطرحی مثلا بیارن صحبت کنن داشتیم؟ چقدر توی علوم پایه مثلا رکود داشتیم؟ مثلا چقدر تو جریان فلسفه. ببین بخش من همینجا دارم، بخشی از این کسایی که دارن توی دپارتمان فلسفه کار میکنن، فلسفه کار نمیکنن. اون فلسفه کار کردن نیست، دارن تاریخ فلسفه کار میکنن. همیشه هم ارجاع میدن به بخشی از اون گذشته‌ای که بوده. گذشته رو ول کن. الان جهان مدرن شده، تو هم مدرن فکر کن. اگر نمیتونی مدرن فکر کنی چیکار میکنی؟ چیکار کنم چیکار نکنم؟ خب مشخصه، میرم دو سه تا تئوری که از این ور اون ور میارم با هم قاطی میکنمش یک کتاب. بعد به مخاطبم میگم هر کی
اومد رد این کتاب زد، اون یه آدم آتش‌خاله. از کی تا حالا یه آدمی که دانشگاهی، از کی تا حالا یه آدمی که با عقلانیت مدرن رشد کرده یه همچین واکنشی نشون میده؟ از کی تا حالا این برنامه شده که شما مثلا توی این اینستاگرام ببینید که دارن میگن نه اینا نباید درباره ارادی آزاد صحبت کنن؟ یعنی این همه دانشمند و فیلسوف توی دنیا باید جمع کنن اینا نباید صحبت کنن. آره یه چند کی باید صحبت کنه؟ آخه وقتی ببینید یه مسئله‌ای هست، وقتی شما داری نهاد علم و فلسفه رو داری تضعیف میکنی، یعنی تو داری توی دپارتمان یا گروهی که میخواد اینا تضعیف بشه بیان روی کار. اول ما دوباره میگم نهاد قدرتمند علمی نداشتیم، مستقل نداشتیم. این که نداشتیم مقصر استاد دانشگاه نیست، دانشجو نیست. اون آدمی که میگه مثلا اون استاد دانشگاه مثلا ماهی 20-30 تومن پول میگیره، عزیز من، و داره مقاله پابلش میکنه، درصد حقوق یک استاد دانشگاه در ایران خارج مثلا میتونید برید چک کنید. دانشجوی دکترای ما پول میگیره برای دکترا خوندن تو ایران؟ پول میگیره؟ نه. پولی نمیگیره که. با چقدر سختی پایان نامه اینجا تو ایران پابلش میکنن. کسی که داره این حرفو میزنه از جیب بعد میذاری دیگه، یعنی تو هم تایم میذاری و اون تایم چون پول بهت نمیدن در واقع داری از جیب بعد خرج می‌کنی دیگه، چون بعد بالاخره چیزی می‌خوری. بیگاری. آره. ببین مسئله اینه. این کسایی که تو ایران دارن این کارو انجام میدن یه بخشی از اون روانشناسی زرد، اون کتابای روانشناسی زرد دهه 80 است. مثلا میری بازش می‌کنی، تو فقط باید 24 ساعت کار کنی. این میشه برای کار کردنش. سمت مثلا دیگرشون میای می‌بینی درباره عقلانیت میاد. خب باشه، کی حرف بزنه؟ مرجع شما دقیقاً کیه؟ ببین مرجع مشخص، من نمیخوام اسم مرجع رو شما بیارم. اینکه شما میگید کی حرف کی غلطه، خب پس چی درسته؟ یعنی شما میخواید به قول معروف مثل یک مادری که میخواد چاقو رو از دست بچهش بگیره چون خطرناکه، و میخوای چی به دست اون بچه بدی به جای چاقو؟ یه چنگال داری که بدی دستش، یا میخوای بمب بدی دستش؟ خب میخوای بمب بدی دستش، باید چیزی بدی دست اون بچه، نمیتونی خالی بذاری. اون یک جاییه که به صورت نظم طبیعی سالهاست که پره و یه چیزی پر شده. توی نهادی مثل علم اومده داره سوالهای بشر رو پاسخ میده و فلسفه. حالا تو میخوای اینو بی‌اعتبار بکنی که چی بذاری جاش؟ چیز بهتری داری که بذاری جاش؟ یا نه میخوای یه چیزی بذاری جاش که اصلا کلا یه بمب اتمه که دیگه نمیتونی بگیری؟ مثل اون بنده خدایی که میگن یه بیچاره اسم بچه‌شو گذاشته بود رستم، خودش میترسه صداش بکنه. میخوای یه چیزی رو بدی دست یه کسی که بعدا نمیتونی از دستش بگیری به این راحتی. و فردوسی میگه پیش از تو شاهان فراوان بودند، ز تخت و ز تاج و کیانان بودند. میگه ببین تو فکر نکن اولین کسی هستی که داری این کارو میکنی، قبل تو خیلی این کارو کردن. نتیجهش هم میتونی بری ببینی که چی شده. نتیجه من چرا مارکس رو با مارکس شروع کردم؟ من می‌خواستم نشون بدم که اینجوری نبود که مارکس فقط بیاد سری حرفا رو بزنه و یه عده‌ای هم بخونن تو اتاق خودشون و کیف بکنن. یه سری اومدن اینا رو به صورت سیستماتیک اجرا کردن تو جوامع. نتیجه‌اشو رو ببینید. یه دو تا فیلسوف داشتن با هم حرف می‌زدن، یکیشون میگفت من فکر می‌کنم اسب 34 تا دندون داره، که من فکر می‌کنم اسب 35 تا دندون داره. یکی دیگه اومد، یه آدم چوپونی بود، گفت آقای دو تا فیلسوف عزیزی که با هم صحبت، اسب اینجا است، به دندوناشو بشمارید. راجع با هم بحث می‌کنید. برید ببینید نتیجه این علم ستیزی، این ساختار ستیزی، این ستیز با ساختارهایی که سالها خاک خورده تا جوامع انسانی به اینجا رسیده. می‌خوام شما اینجوری بزنید یهو زیرش، برید نتیجهشو ببینید. خیلی این کارو کردن قبل شما. پیش از تو شاهان فراوان بودن. حرف من به شخص همینه دقیقا. الکی هم بازی نکنید. ببینید ما میتونیم انقدر با کلمات بازی بکنیم، به خصوص افرادی که حالا آکادمیک نیستن، چون میدونید که وقتی کسی میخواد علم رو بی‌اعتبار بکنه، خب دقیقاً میدونه که کیو باید بی‌اعتبار بکنه دیگه. کسایی رو بی‌اعتبار میکنه که مچشو به راحتی میتونن بگیرن. نمیاد مثلا یه نهاد دیگه رو بی‌اعتبار بکنه، کاری نمیتونن بکنن. خیلی امشب به من پیام دادن که فلان چیزی که شما میخواید نقد بکنید رو ما خیلی بهش علاقه داریم. فکر می‌کنیم خیلی چیز درستی. من نگاه می‌کنم خب اینا آکادمیک نیستن. کی میتونه مچ یک جریان بیمارگونه رو بگیره؟ یه آکادمیسین واقعی. چرا بعد این جریان علم رو بی‌اعتبار بکنه؟ خب دقیقاً بعد این کارو بکنه دیگه که بتونه این چرت و پرتا رو بعداً اعتبار بخشی بکنه. خب
خب چون صاحب چیزی هست که بخوای اضافه بکنی یا بچه‌ها کسی اگر ببین نظری داره درباره سوالی؟ جریان قومگرایی، خب از نظر من جریان قومگرایی یک جریان آنارشیسم گزینشیه. یعنی قومگرایی در پس خودش منجر به این میشه که شما فکر کن مثلا ما یک حقوق مثلا قومیت داریم، اینجا مسئله مطرح میشه آیا همه کسانی که دارن به عنوان یک استیت جدا، اون قومیت داره به عنوان استیت جدا داره جدا میشه، آیا همه پذیرای این هستن؟ آیا همه از همون یک فرهنگ و یک زبان مشترک که شما میگین هستن؟ آیا یکسانی اونجا وجود داره؟ نه، اونجا هم تنوع وجود داره. آره. این خودش منجر به این میشه که یک جنگ داخلی بین خود همون افراد شکل بگیره. بعد یه موضوع دیگه هم هست. اینایی که میان درباره این صحبت میکنن، آیا اینا نمیدونن که ایران یک کشوری بوده که اقوام مختلفش در طول زمان با هم داد و ستد داشتن. داد و ستد هم تجاری بوده، هم مهاجرت بوده. بعد مثلا شما دقت کنید، مثلا اگر دقت کنید مثلا یکی ممکنه حالا فارس بوده رفته توی زنجان زندگی کرده، دیگه زنجانی شده در طول زمان. یعنی مسئله جغرافی خیلی مهم بوده در ایران. بعدش هم در جایی مثلا استانی که من زندگی میکنم، چطوری میخوان آذری و کرد رو از هم جدا کنن؟ وقتی توی یک شهر، توی یک روستا، چطور میخوان این کار انجام بدن؟ این منجر به جنگ نمیشه؟ میدونی انگار که این تفکر پست مدرن و این چیزایی که از دلش میاد بیرون، انگار اصلا جامعه رو یک آزمایشگاهی برای آزمایش ایده های مبهم خودش میدونه. وقتی تو بهش میگی مهندس اجتماعی آره هست. مهندسی اجتماعی، میگه که من نمیدونم میخواد، تو از کجا میدونی که میخواد جنایت بشه؟ میگه خب نه، شواهدی وجود داره که به احتمال زیاد جنگ میشه، جنایت میشه، آدم میمیره، دیکتاتوری های بیشتری اعمال میشه. میگه خب حالا انجامش بدیم، شاید نشد. به مسئله اینه. یعنی انگار زندگی آدم ها و جوامع یک آزمایشگاهیه برای اینکه یه عده بیان بگن که چون ما اذیت شدیم در طول تاریخ، ما باید به هر زور و بدبختی که شده بریم مثلا مستقل بشیم یا جدا بشیم، بریم یه جای دیگه، یه جور دیگه زندگی بکنیم. بعد به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه میدونید شما اگه جدا بشید چه اتفاقات ژئوپلیتیکی و سیاسی، اقتصادی، نظامی، دولتی میتونه براتون، روابط بین المللی که در انتظار شما چیه به عنوان یک کشور انقدیه، مثلا جنگ داخلی که میتونه توی شما اتفاق بیفته چقدر شدیده. اینا رو لحاظ میکنید؟ نه. چرا لحاظ نمیکنید؟ چون شما آرمان شهرگرا هستید. شما فکر میکنید همه چیز اونجوری که ایده های شما از پیش تنظیم کرده جلو خواهد رفت. ببین یه ماجرایی هست. خب ماجرا اینه که فکر کن توی اکوسیستم طبیعی داری، تو فکر میکنی که میتونی واقعا این اکوسیستم رو به شکل مهندسی شده بیای تغییر بدی، ولی خب کاری که انجام میدین این که منجر به کلا از بین رفتن اون اکوسیستم میشه. خب یک نظم طبیعی داره، مثلا یه گله گرگ فلان جاست، اینقدر گوزن داره، اینقدر گیاه داره، انواع گیاهاش ایناست، دقیقاً. بخوای اینو مهندسی بکنی. ببین اینجا نظم آره. انسانیه، اینجا هم روی اون نقاطی دست میذارن که منجر به این میشه که یک بی‌نظمی رخ بده. اون بی‌نظمی در نتیجه چیه؟ در نتیجه اونه که شما بیای یک جنگ بی‌پایان رو آغاز کنی. ببین مثلا نمونه تاریخی به نظرم بچه‌ها برن درباره تاریخ یوگسلاوی برن نگاه کنن، ببین چی شد. ببین به عنوان یک کشور تاریخی یا مثلا فقط به عنوان یک جایی که تو قرن 20 یک جایی بود، بعد چی شد؟ منجر به چی جنگایی شد؟ بین سربا بین سربا و بوسنیا معروفه. دقیقاً. اینا اینو درک نمیکنن. بعد یه چیزم بگم درباره این قومگرایی تو ایران، اینا از ریشه های همون کمونیسم کلاسیک شورویه. بذار این حرفای آخرم درباره شوروی بزنم بعد بریم. این شوروی کاری یعنی تو معتقدی که جریان قومگرایی توسط اونا دنده خورده، تقویت شده؟ تقویت نه، در آذربایجان و کردستان از حمایت شوروی بود. با حمایت شوروی بود. شوروی چیکار کرد؟ ببین شوروی همین دیگه، یعنی به صورت واقعیت روی نقشه اومده اصلا اینو بهش دامن زده. ببین الان میگم، ببین شوروی کاری که انجام داد، مثلا همون تو منطقه اوکراین که الان دارن با روسیه اوکراین جنگ میکنن، خب تو اون منطقه اومد اون منطقه روسی سازی کرد. تو منطقه شرق روس ها رو به اونجا کوچ داد. قسمت آذربایجان ارمنستان که جنگ کردن، اینم ریشه دخالت شورویه.
الان مثلا شما برید به نقشه طبیعی بین تاجیکستان و ازبکستان نگاه کنید. چرا باید 20% افرادی که تو ازبکستان زندگی میکنن فارس زبان باشن؟ مناطقی رو جدا کرد که گسل جنگه. یعنی مثلا اگر شما به نقشه آسیای میانه نگاه کنید، به قفقاز نگاه کنید، به شرق روسیه نگاه کنید، تو مسئله حزب دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد با حمایت شوروی بود. البته جریان کرده کمی متفاوته، یک جریان قبلی هم داره، حالا من واردش نمیشم، این یک بحث تاریخی. ولی اوکی، فقط اینو در نظر بگی که خلاصه بگی که بچه‌ها آره نه دیگه نمیخوام دیگه طولش بدم. خسته شد. توی جریان همین آذربایجان بچه‌ها میتونن برن تاریخش بخونن، با حمایت خود شوروی بود. بعد خب ارتش شاهنشاهی رفت اون قاعده رو جمع کرد و خود مردم هم خب دوست نداشتن. حالا من یه سری گزارش هست که مثلا با چه اتفاقاتی مثلا مردم روبرو شدن از سمت این فرقه جبهه دموکرات آذربایجان تحت عنوان اون فرقه پیشه‌وری. یه چیز جالبی هم درباره این کسایی که حالا اینا به لحاظ چپ کلاسیکن، ما درباره چپ نو حرف میزنیم. همین کسایی جزء مثلا حزب توده بودن تو ایران و بعدا حالا به شوروی حمله کردن، دست آخر از اون مجموع الجزایر کولاک سر در آوردن، یا مثلا رفتن توی منطقه دور افتاده زندگی کردن و دیگه نمیتونستن به ایران برگردن، یا مثلا تو برگشتن حالا تو از این نظر بهشون نگاه میشد شاید اینا دوباره به شوروی دارن همون وطن اولشون نگاه میکنن. مسئله اینه که اینا یه مسئله هویت فراملی داشتن که وطن اولشون شوروی بود. این جریانات. آره. در آخرم بگم که اینا موفق نشدن دیگه. الان اون دوره نیست که مثلا یه حکومت چپ بیاد ازشون حمایت کنه، باز هم موفق نخواهند شد. آره. شبتون بخیر. درود بر شما. مرسی از همه دوستانی که همراهی کردن. ببخشید اگه جلسات بعضا مفاهیمی درش گفته میشه که یه مقداری سنگینه یا تخصصیه، دیگه عذرخواهی ما رو بپذیرید. میتونید بپرسید توی گروه یا جای دیگه، ما توضیح میدیم حتما بهتون. مرسی که همراه ما هستید همیشه. جلسه بعدی میبینیمتون و به قول معروف تا عزیزیت خواهش میکنم. تا درود بعد، بدرود همگی.